آیرون گلام تو ماینکرافت خیلی قویه، ولی ببینید در مقابل آرمورا چطوره. و اصلا آشکال ترین آرمورای بازی، یعنی آرمور طلایی. آرمورای تاریکم بر تن منن. میذاریم اینجا برام 1 2 البته انتظاری هم نداشتیم آشکال ترین آرمورای بازیه. چه انتظاری داریم آشکال ترین آرمورای بازی؟ واقعا که چه انتظاری داشته باشیم. 3 تا ضربه بنازم. بده من بعدی رو. چین نمیشه اینو سرای بسا. خدا رو شکر که نمیشه. یه ضربه این چه وضعشه؟ این تا اینجا من فکر کردم طلایی ضعیف کنه. طلایی از اینم قوی تره. با آرمورای معروف آهنی چطور؟ بیا 2 با آرمورای خفن دایمندی که ازش انتظار دارم حداقل 5 تا ضربه رو دوام بیاره. حداقل امیدوارم 5 تا ضربه رو دوام بیاره. 1 2 3 4 بابا یه دونه بیشتر دوام می آوردی دیگه. خب آرمورای خفن نمیدونست. 1 2 3 4 5 بنازم نرایتی. آبار کلا ندرایتی. تو فعلا لایک ندرایتی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 تا ضربه. حالا به نارمال چطور؟ به نارمال آرمور طلایی، یعنی واقعا ما آرمور زنجیری بپوشیم ضعیف تر از حالت عادی هم هستیم. ساب کن تو. آیرون گلم هم تایید کردن. آیرون گلام هم تایید کرد. دمت گرم گلام.